اداملا برادر عزیزم، اگر شما با آن کسی که با شما دشنام نویسانده بود روپرو شوید چی معامله میکنید؟ این سوال دو برادر یکی دادن. عجب رسمی است در این دار غدار. این دار غدار است. این دنیای ما زندگی میکنیم، این دار نامش غدار است، خیانت کننده است، بی وفاست. عجب رسمی است در این دار غدار که صد نااهل با اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدوه. نه گل به خار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر از جفای منکر دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت جنونی ما را علیه نصیحت کردند، گفتند که حضرت هر مشقت و هر بلایی که به سر شما می آید و آینده هم آمدنی است، شما صبر کنید. هنوز این کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. اینا او او میکنند، اینها می جکند، لیکن ما دل شکسته نمی شویم. روحیه ما نمیشکند. باور کنیم به خدا قسم تا چند ما قوه میگیریم، خرسند میشیم که امروز بدگوها داریم، بدخواها داریم، حسدخورا داریم. شکر، هزارها شکر که ما به یک درجه رسیدیم که مردم حسد میبرند. بعض مردم بدخواه بیقرار شده است، خدا را شکر. امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه، مفسر محدث، وقتی در یک معرکه یکی از آدمان حسن بصری یک مسئله را بیدار کردن، ابو حنیفه گفتن حسن بصری در همین مسئله خطا کرده است. اون کس به طرف ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن ای حرامی تو میدانی. صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه چهرش تغییر نیافتن از گپ حرامی، حتی یگان جواب قبیح هم ندادن، بلکه صبر کردند. پیغمبر خدا بعد نماز عصر بود میگوید، بعد نماز عصر موعظه کرد بین صحابه ها. بین موعظه بود که خبر داد، الحال گفت از دروازه کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. همه نشسته بودن نگاه کردن، در آمد یک آدمی عادی اعرابی بود، نشست نماز خواند و رفت. فردا پیغمبر خدا باز موعظه کردند، باز گفتند الحال جنت مشتاق شخصی است که از زمین دروازه می درآید. باز همون مرد در آمد. باز سیوم روز همین تکرار شد. یکی از صحابای پیغمبر میگوید من هم مشتاق همون مرد شدم. گفتم این چی خاصیت داشته باشد، چی خصلت داشته باشد که پیغمبر 3 روز پیوسته وی را بشارتی به جنت دادند. از پسش رفتم نزد خانش و گفتم ای دوست خدا، میخواهم همراه تو شب سپری کنم. مرحمت گفت. شب با او میگد همراه بودم، نماز زیاد نداشت، صدقات زیاد نداشت، مثل من نماز 5 وقته میخواند و میآمد در خانهش خواب میکرد. 3 روز همین حضرت را ما پاییدم که عمل ای را بفهمم چه عمل باشد. چیزی یافت نکردم. بعداً مجبور شدم که پرسم چه عمل داری؟ گفت من یک عمل دارم. گفت اولا گفت چرا تا از من پرسان میکنی؟ گفت زیرا پیغمبر خدا 3 روز را بشارتی به جنت دادند. گفت من یک عمل دارم که کسی علم دارد، کسی پول دارد، کسی عزت دارد، من حسد نمیخرم. من حسد نمیخرم که وای علم دارد، وای پول دارد، وای مال دارد، وای ماشین دارد، وای خانه دارد، من پروایی ندارم. شاید همین خصلت من خوب باشد و همین خصلت من و فعل من در خدای من خوش آمده باشد و مرا از اهل بهشت گردانده باشد. البته با بزم این دشنام ها باز چند
حکومت بسیار است. امروزا ما را تا 3 بار حکومت فریاد میکنند و دیگر مذمت ها میکنند. از همه شما خواهش، پدرها و برادرای عزیز، همون کسانی بدگو را وقتی میابین بیار نزد ما رو پرو کنین. به حرمت قرآن کریم ما از همه تهمت خالی هستیم. والله که ما از همه همین تهمت ها خالی هستیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما یک خواهش دارم که هر جا نکاحی که میکنید یا معرکه هایی که میروید درباره کیبانوگی زنها سخن گویید که امروز کلین داریم، آش را پختن نمیتواند، نان پختن نمیتواند. آیا سبب ویران شدن زندگی نمیشود؟ پیش از جواب این نزدیکی ما 4 روز در دوشنبه بدیم. 4 روز. همین 4 روز در یک روز تا 4 معرکه را ما را می بردن. 4 معرکه. تمام جوانهای دوشنبه، تمام جوانهای دنغره، تمام جوانهای غرم، داملا شما صحبت کنید ما گوش کنید. تمام آنها وقتی یکی به یکی میگه که همین بچه از کلاب است، باور کن من با افتخاری کلابی بسیار چیز میکنم. وقتی میگه کلابی است باور کنین من قبط گوش میگیرم که نه به خاطر حاجگی، نه به خاطر همین علم کوچک، بلکه به خاطر کلابی که از کلاب است. این برادرم خیلی سوالی لازمی دادن و گفتن که درباره همین زنها، کیبانوگی زنها در نکاح و در معرکه ها صحبت کنیم که کلین آوردیم که آش و نان را پخته نمیتواند. در اصل سبب این موجود است، سرچشمش معلوم است. سرچشمه این درد از قرآن و از اسلام دور بودن پدر و مادر و فرزند هاست. امروز پدر و مادر 1 ماه فقط متریال، فقط جیل پوستک به همون عروس میخرد. 1 ماه کامل بود نمیکند. 1 ماه کامل. حاضر باز حسابی بگیم ما داده شده است که ماشین های میدانی بلکه همون کانتینر های دراز پر میکنن و به خانه شهر روان میکنن. دختر مجبور میکند برای من یک تلویزور، یک ویدیو دوایکا، خب تمام مثال چیزهای طلایی، کرسلا با تمام قاعده‌اش، همه اینا تامین کن. پدر و مادر مجبور هستند تامین میکنند. لیکن تا امروز نشنیدیم که یگان عروس ما و شما در زیر کش یک قرآن گرفته خانه شوهرش رفته باشد. نشنیدیم، ندیدیم. در یگان قلین تا حال یگان عروس فرمایش یک قرآن نداده است. یک برادر گفت از پشت یک کسیت یک ارتیست نامش گرفت، از پشت یک کسیت گفت زن منو طلاق دادیم. میگوید فلان کسیت را در خانه بیار، بعد تمام آواز میماند، بعد جارو میگیرد خانه میروید. وقتی من قرآن میگذارم قرآن هم میکشد. اینا تعلیمی مثال دخترهای ما و شما، اینا تعلیمی بچه های ما و شما. پس از کجا و کیبانوگی را یاد میگیرد؟ نمیشود که هم پدر و مادر 1 ماهی که بازار به بازار میگردد همان دستی دخترش گیرد نزد دیگ نزد تنور برد نشان دهد. امروز جمعیت پیش رفته است، باز پخت و پز شیرینی ها برآمده است. دخترها باید اینا یاد گیرند. البته سبب ویرانی زندگی می شود. حضرت فاطمه دختر پیغمبر خدا بودند، دوست داشته ترین دخترشان بودند. وقتی که با حضرت علی پیغمبر خدا وارد تزویج کردند، حضرت علی را تسلیمش کردند،
فریاد زدند که ابوبکر نزد من فریاد کنید، عمر، عثمان، حضرت اسامه را گوید پیش من بیاید. وقتی آمدند حضرت گفتند که همینجا یک مقدار مال هست، جهاز حضرت فاطمه است، همینه به خانه علی میبریم. گفتند میلش چی بود؟ طاحونتون، یک آسیابی دستی داشت، جو میده میکرد با دستش. دختری پیغمبری خدا فاطمه دهرا، شفاعت کننده کل زنهای امت، یک آسیابی دستی، جلدن مطبوغن، یک جای نماز، وسادتون حشوها لیف، خدا رحمت چون، یک تکسری پختش از لیف بود، یک دانه تکسری، 40 کرته نه، 40 رویمال نه، 10 تن کرپه و کرپچه نه، بلکه یک تکسری لیفش از خرما بود. قرآن، یک قسم قرآن در زیر کشش، کوزن و قسعتن، یک کوزه طهارت داشتن، یک کاسه خوراخوری. وقتی میگه حضرت فاطمه را برآوردن که چهرهش خشبش میگه مثل پیغمبر بود، وقتی از خانه برآوردن عروسه، یک رویمال پشمی میگه در بالای سر حضرت پرتافته بودند. صاحب درة الناصحین میگوید به خدا قسم میگوید در تاریخ خواندم که 12 پارگی داشتند. یک رویمالی که بالای فاطمه زهرا پرتافته شد. وای یک کم از بار نبردند، بلکه یک کم از عقل بردند، یک کم از فراست بردند. وای خدا ترسی داشتند. صاحب درة الناصحین میگوید که فاطمه با دستش آسیا و میگردانید، با زبانش قرآن میخواند، با دلش تفسیر میکرد، با پاهاش گاوره میجنبانید. امروز زنهای امت ببینید، زنهای ما و شما را تماشا کنید، کدام این به زبانش قرآن میخواند، کدام این خدمت شوهر کرده میتواند؟ هیچ کدامش. البته سبب ویرانی زندگی تمام فرزندای ما و شما می شود. بخواهیم که فرزندای ما و شما آرام زندگی کنند، دعای خوشتامن و خسر را گیرند، دعای شوهر را گیرند، باید تعلیم دهید در خانه، باید فراست نشان دهید، باید احترام نشان دهید، تا که شما در نزد همسایه شرمنده نشوید. درود و رحمت بر تو داملای شیرین سخن. اولا از شما بخشش و به این سوال جواب دهید. در ما مسلمانان یک خصلت است که اگر کم بیماری سخت شود، در دروازه های خود لطه سرخ میبندند که گویا پی میبندند. و میخواهم داملای عزیز به این سوال من جواب پررد دهید. این چه خصلت دارد؟ ما و شما هر روز سوره فاتحه میخوانیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیت گوش کنین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. مادام این آیت میخوانید، تو در نزد خدای خودت چی وعده داده ایستاده ای؟ ایاک نعبد، خدایا فقط تو را بندگی میکنم. و ایاک نستعین، خدایا در همه حالت فقط از تو یاردم طلب میکنم. از لطه طلب نمیکنم، از مزار طلب نمیکنم، از موره چشمی طلب نمیکنم، از خار و از نل طلب نمیکنم. ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم. تو سوره فاتحه میخوانی، پس تو دروغ میگویی. اینا از اسلام ما نیستند، اینا از اسلام ما و شما نیستند. چی لطه بستند، چی موره چشمی برای خود مرد یا که کودکش میگیرد، چی در مزارها لطه بستند، چی خارها را در نزد دروازه و دکاناتان کشال کردن شرمندگی است.
در دکانهای بازار کلان دور میگردی، در بسیاری دکانها نل زدگی و خار زدگی، وای برکت ندارد، وای خار میشد او دکان، خارش که ماندی خار میشه. نل خودش چی قدر داره که بالای دروازش که او قدر میداشت درونی لایه ها استفادهش میکردن. بس است، اینا یک سفسطه هستند، اینا در شما گناهگار میشین کدامت اگر استفاده کنید. هر مشکلاتی که به شما میاد، چی بیماری است، چی مصیبت است، فقط از خدا طلب کنید. خدایا خودت حل کننده هستی، خودت به داد من میرسی، خودت فریاد رس هستی، بجز تو من از هیچ کس طلب ندارم. چرا حضرت ابراهیم در حالت مشکل ترین از جبرائیل ملائک مقرب حتی مدد طلب نکردند؟ گفتن آن ذاتی که تو را روان کرد وای مرا دیده ایستاده است، وای میبیند ابراهیم در کدام احوال است، من به تو هیچ احتیاجم ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام رحمت به تو ای مرد خدا و عالم بزرگ. و این سوال من جواب دهید، اگر نماز بریده شود نماز را از سر میخوانی و اصلاحش را به ما گویی. یعنی هر یک نمازی که اگر در بین شما یک سهو میکنین، غلط میکنین، در دل خودتان ناخوب میآید، گفتی همون عباره مختصر الاستناف افضل و از سر بخوانید. هر نمازی که در داخل شما مثال سهو میکنین، غلط میکنین، مثال همین گاه در شما رخ بیاد، بهتر و خوبترش همین است که نماز از سر خوانید. اینش بهتر است که همه شک شبهه از دل شما دور می شود. و در کدام وقت قضایی خوانده می شود؟ میگویند که در مابین عصر و شام خواندن درست نیست. و نمازی که شب نیمی شب میخوانی چی نیت میکنی و این نماز کدام نماز است؟ به ما فهمانید با احترام مخلص شما. نماز قضایی را شما میتونید بین عصر شام خوانید. بین عصر شام فقط خواندن تحیه مسجد، خواندن نمازهای نافله مثل شکر وضو و مثل در حق پدر و مادر و دیگر نمازهایی که هستند، اینها را شما خوانده نمیتونید. نماز قضایی را حکمش واجب است. از این خاطر شما میتونید که بین عصر و شام نماز قضاییتون ادا کنید. درباره نماز شب برادر من سوال کردند. این نماز تهجد است. خوش به حال همون جوان مرد، خوش به حال همون پیرانسالی که ساعتهای 4 شب میخیزد، طهارت میکند، میآید بالای جای نماز می نشیند، از 2 رکعت تا 12 رکعت نماز تهجد است ادا میکند. و بعد او حدیث های قدسی است که خداوند فریاد میزد از کجاست همین بنده ای که از من حاجت طلب کند تا حاجتی او را برارم. کنی همون خیل بنده. صاحب کتاب میگوید که اگر بنده ها محبتی بر خدا داشته باشند، تمثیل یک مثال میزند که بین همین عاشق و معشوق دایم جای خلوت میکوند. اگر شما مثال با خدای خود عاشق باشین، هر آینه خلوتی شب برای خودتان اختیار کنید. با عاشقی خودتان، با خدای خودتان راز بگین، صحبت کنین، پیشنهاد کنین. آن پرابلم و آن مشکلاتی که دارین پیش خدا در پیشنهادش که خدای همین را برآورده کن. تنی بین خدای تو به داد تو نمیرسد. هر چیز، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، حضرت حافظ میگوید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. این حضرت حافظی که امروز نامش در دنیا مشهور است میگوید این از نماز شب و از دعای سحری به این مقصد رسید. یا بنی ایاک و کثرت النوم باللیل فإن کثرت النوم باللیل تدعو الرجل فقیرا یوم القیامة. مادر حضرت سلیمان به سلیمان
نصیحت کرده بود است که فرزند من از قسم شب بسیار خواب نکن، زیرا بسیار خواب کردن تو در روز قیامت را یکی از کم بغلترین های مردم در روز قیامت میگرداند. وقتی اگر تو شبها به خواب بگذرانی، خوب است، بسیار بهترین است که کدام جوانی نباشد، کدام موی سفید نباشد، از قسم شب از ساعت 3 میخوانی، از 4 میخوانی، خیستن نماز خوان، نماز تهجد بخوان، انشاءالله در نزد خدا اجر خیلی زیادی میگیری. اینجا آیات ها و حدیث هاش هم زیاد است که فکر میکنم کفایت میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یکی از مخلصان شما هستم و میخواهم با این سوال من جواب دهید. ما دو جوره بودیم، روز بین ما جنجال شد، خیلی وقت گذشت. بعد از جنجال من باز پیش او رفتم و او بر من گفت رو دیگر همراه من گپ نزن، میترسم که من یکی از این دنیا قهری روم، این نمازهای خوانده من چی می شود؟ التماس بابای حاجی و این سوال من جواب دید که عیب از طرف او شده است. من نمازهای 5 وقته را با جماعت می خوانم و در پیش شما آمده امر معروف گوش می کنم. مبادا با این قهری بودنم نمازهای خوانده ام همه باطل شود. یکی از مخلصان دائمی شما هستم. انشاءالله نمازهای شما باطل نمی شود. وقتی شما از قهری بودن خود اینقدر غمگین باشید، از قهری بودن خودت اینقدر بیقرار باشی، انشاءالله در نزد خدا تا اجر میگیری. لیکن هر وقت همون جورایی که میبینی خواب با واسطه یک رفیقت است، خواب با واسطه خودت هست، سلام از وی کنده نکن. السلام علیکم گفته دستش بگیر، با او سلام کن. اگر صحبت کرد میلش، صحبت نکرد، آن چیزی که در دل توست در نزد خداوند خودش معلوم است. پیغمبر گفتن الصلح خیر، همه وقت صلح بهتر است، آشتی بهتر است. کاری کنین، راهاشا بیابین که با یکدیگر قهری نباشین، با یکدیگر ملال نباشین. اگر کدامت که اگر تکبری میکنین، سرخم نمیکنین، من پیش وی نمیرم که وی گناهگار است، این صورت در شما از ثواب آن عبادت هاتون محروم میشین. برای خاطر خدا و پیغمبر خدا بار از پیش وی گذر کن، با او یک سلام کن و با او خبر ده که میلش انسان بی غضب نمی شود، انسان بی جنجال نمی شود. کردیم با گذشته صلوات گفتگی، با یکدیگر باز همون سلام تانک بر دوام نگه بداریم، انشاءالله ثواب میگیریم. لیکن وی اگر نخواست، وی گناهگار است، تو گناهگار نیستی. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با سوال من جواب گردانید. طبق را لیسیدن آیا ثواب دارد؟ اگر حدیث پیغمبر باشد باز خوب می شود. امروز برادرای ما همه حدیث طلب میکنند، همه آیت طلب میکنند. شکر که امروز دلیل میکوبند. دلیل کافتن این نشانه با عقلی و با شعوری شماست که آیا در همین یک کدام مسئله نباشد کنی دلیلش. باور کن شما الحمدلله خیلی پیش رفتین. دیروز من در معرکه این بچه ها نشستیم، یک سخن گفتیم. وقتی من ریشتراشی رفتم دیروز، یک گروه بچه هایی که بگیم سین سال شدن به یک سین سال کلان رسیدن، چنان عقیده ندارن، چنان بی سواد هستن که میگوین که اگر نمی زیر کوی نمکی هست، همین اگر بیره کنی آینه جهانمو در زیر نمی است. باور کن آینه جهانموش چی است؟ من گوش دارم، با او توجه هم نکردم چی میگن آینه جهانموش در کجا باشه. اینو عیب هستند، اینو باید دیگر در معنی ما و شما باید که یک چگونه که خندیدین این باید خنداور باشه. یا گفتن باز اونا گفتن که همین سنگ حضرت امیر جان شرشر بردن، از امو بالای شرشر پرواز کرد اومد با در همین جاش نشست. باور کنین حیرت دا میمانی که نخو آدم اینقدر بی سواد باشه، اینقدر نافهم باشه. اینا را باور نکنی. هر روز دوشنبه با یکی میگد، هر روز دوشنبه میگد، شب دوشنبه همین حضرت امیر جان میگد
همین خوابگاش می آید. وقتی می آید میگد همین تریزای ما درست می لرزد. با خدا قسم همین را دیروز ما شنیدیم از زبان بچه های با عقل که تریزای ما می جنبه. وقتی حضرت امیر جان می آید و مثال خوابگاش تا می دراید. بسیار یک بی سوادی است. انا برای اینا دلیل گفتن در کار کنی دلیلت. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اینا یک مسخره کردن اینمی اسلام ما و شماست، باور کنید. اینا را این یهودی‌ها در دین ما و شما می‌درارند، نمی حکایه‌های بی معنی را، تا که ما و شما مثال گوش اندازیم. بعضی آدم با شعور و علم دنیایی داشته باشد میگه که همین اسلام همش نمتری دروغ است، اسلام همش حکایه است. اینا را دشمن‌های دین میکنند. طبق را لیسیدن پیغمبر خدا گفتند که حضرت جابر روایت میکند امر بلعک الاصابع والصفحه وقال انکم لا تدرون فی ایها برکه. پیغمبر خدا گفتند شما را امر میکنیم اینکه انگشت هاتون بلیسید و طبق را هم، صفحه گفته طبق هم میگن، طبق را هم لیسید، زیرا اینکه شما نمیدانید در کدام مکان طبق برکات هست، شما نمیدانید. در دوام حدیث پیغمبر گفته است که ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه فانه لا یدری فی ای طعامه برکه. پیغمبر دستش در همون دستمال نمیشکیده است تا وقتی که اگر دستهاش نمیلیسیده است. از این خاطر لیسیدن طبق، لیسیدن دست شما بسیار برکات دارد، زیرا شما نمیدانید همون برکات طعام در کجای طبق است، در بینش است، در پهلوش است. از این خاطر طعام طبق تازه کنین، انگشت هاتون لیسین، انشاءالله شاید در کدام جایی که وای باشه شما دیراب که کرد. در همین موضوع یک جواب دیگر بر شما میگویم. همه شما آدمای خدا را شکر با عقل هستین، با تمیز هستین، با فراست هستین، لیکن وقتی که در نزد طبق می نشینین هر کدامت پیش از طعام دست هاتون شویید. دست هاتون اگر در همین شرایط ما و شما اگر با صابون شوید با بهترین می شود. شما تصور میکنید همین دستای ما و شما تازه است، وقتی با صابون شوید بعد تماشا کنید که آب همو چخیل است. در چشم این چرک دست نمیتابد. وقتی با صابون میشوین باور که چقدر چرک از دست شما میریزد، که شما همون طعام گرم وقتی که همون دست هاتون با آب خنک میشوین با صابون نمیشوین، در همون داخل طعام همون چرک شما میرود، بعد شما مریض میشین، شما بیمار میشین. در طبق ها نظر کنید طبق چگونه است، در دسترخوان نظر کنید در دسترخوان چگونه است. امروز ما و شما معرکه داریم که $300 در یک ارتیس میاریم، لیکن در یک دسترخوان کلان یک دستمال میپرتویم. یک دستمال برای 100 نفر دستش میشکد. نمیشود که هم 20 سامانی در هفته هم یک لطه دراز بخر، برای هر نفر نه، برای 2 نفر اقلا یک لطه جدا کن. او چگونه دست دارد؟ در دستی او چی است؟ دیگر نوابسته ما و شما در همون یک لطه هممون دستمال میشکیم. این از روی آداب هم نیست، از روی طب هم نیست، از روی اسلام هم نیست. در یک خانه دیگر نشستیم طبق آوردن، طبقهای همین شیرازدار، کدام زمانی وای شکستگی به دست که وای شیراز گرفته است، در اطراف همون شیراز باور کنید اگر کمتر یک آدمی با تمیزتر باشد با همین نوک یک چوب اگر تازه کنی خیلی چرک در اطراف همون جمع شده است. برای با یک زن حلال پاکیزه تازه کار در کار که باید تازه کند. خود هم آهنی که در داخل همون طبق از باید خودش زلال آور است. کجا با مثال در اطراف این قدر چرکی که جمع شده است. سوال ها هم زیاد است. سلام داملای شیرین سخن، ما یکی از مخلصان شما هستیم. سوال:
ترجمه حضرت یاسین و تبارک رو با ما فهمونید. این برادر کسی است که یاسین و تبارک شاید نداند. این از چند آیت عبارت است. برای را ترجمه کردن خیلی ممکن که تا آخر عمر فقط ترجمه کنید. اینقدر دراز آیت است. ترجمه آیت تبارک یاسین این خیلی وقتی زیاده میگیرد. اگر برای کسی باشد لازم باشد دعوت کند خانهش، انشاءالله میریم اونجا با فرجتر بعد تحلیلش میکنیم. برای اینجا در وقت کم است. نیت غسل را پیش از آبازی میگویی یا بعد از آبازی؟ نیت غسل اگر چند مجتهدای ما و شما فقهای ما و شما پیش از غسل گفتند، در حالت همون لباس بدر کردن همون نیت غسل میخونید، لیکن این شرط نیست. دانستن و ندانستن نیت غسل این شرط نیست. اگر ندانی هم در غسل 3 فرض است: دهان شستن، بینی آب گرفتن، تمام بدن ترک کردن. همین 3 فرض به جا بیارین، نیت چه ندانینم باکی ندارد. شما تازه هستین، شما از جنابت خالی میشین. در وقت نیت کردن سنت اقتدا کردن به قرآن حمید و مجید میگوی یا که قبله از جهت کعبه کدامش بهتر است؟ نیت کردن میگذارم نماز سنت الله اکبر بس از کفایت میکنه. برای نماز سنت شرط نیست که شما چی عدد چه برین چی حتی سنت ذکر کنید. نیت کردم نماز میخوانم الله اکبر جایز میشد، حتی عباره مختصرم هست. لیکن اگر دلتون قرار نگرفت قرآن حمید و مجید شرط نیست. همون نیت کردم میگذارم 2 رکعت سنت نماز بامداد، روی آوردم به قبله به جهت کعبه، اقتدا کردم به امام حاضر ساده خالصا لله تعالی الله اکبر. اگر همین نارم نگوید الله اکبرم بگوید نماز تو درست میشه. ما سوداگران نماز پیشین عصر و شام را در بازار میخوانیم. هستن آدمانی که ما رو میگویند که بازار خانه شیطان است، در آنجا نماز خواندن درست نیست. و در آخر از خدای خود خواهانم که علم شما را زیاد گرداند و دولت زیاده گرداند که ما به نزد شما آمده از خدای خود و رسول خود با خبر میشویم. خدا شما را نگه بدارد. در بازار هستین، در کجای نباشین نماز خوانین. اگر نماز خانه شیطان است، در اصل شیطان های زیاد در بازار هستند و اون شیطان ها هم شیطان ها را با وسواس میکنن، شما را نه. همون شیطان هایی که در درون بازار هستند حق مردم میخرند، به انصاف هستند، دروغ میگویند، انا اونا شیطان هستند. شیطان با اونا کار دارد، با شما کاری ندارد. زیرا همون خود شیطان پیروی همونا هست، اونا پیروی شیطان هستند. هر دینا رفیق هستند. اونا با یکدیگر سر کار دارند. با آدم نمازخوان و با آدم عادل، با آدم راستگو و راست قول اونا کاری ندارند. اونا زورشون هم نمیرسند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های ما و شما را حاصل بگرداند. و تمام این برادرانی که به ما سوال کردند و سبب نگاه کردن بر کتاب ها شد، خدایا عمر دراز و تن صحت نصیبشان بگرداند. و شما چی مراد، چی مطلوب، چی مقصودی که در دل دارین خدایا برآورده بگرداند. تا جمعه دیگر خدا شما را در حفظ امانش نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. برادرانی که خیر احسان هم کردن و در صندوق خیریه هم که امروز بیرون مسجد است که وای هم در همین آبادانی مسجد صرف میکنیم، خدای مهربان در هر یک عددی درهمی که پرتافتند خدایا عمر درازشان دهی. خدایا هر مرادی که دارن مراد مطلوبشان حاصل بگردانی و دولتشان خدایا زیاده بگردانی. آمین یا رب العالمین. و ما یک سپارش هم دادن از طرف حکومت که همه شما میدانین روز یکشنبه روز انتخابات است. انتخابات نمایندگان چی جمهوری و مجلس عالی و چی شهری و چی ولایتی و چی ناحیوی، همه اینها انتخاب می شود و اینم خیلی یک معرکه مهمی هست. اگر چی شاید بعضی شما بگین خیلی هیچی گپی ندارد، نه هیچی گپی دارد. بسیار مهم معرکه هست. مهمیش به معنای اینه که همه شما مسئول و وظیفه‌دار هستین که در انتخابات اشتراک کنید. روز 27م پرسان کنید که در کدام موضع ها
شما نامنویس میشوین، زیرا امسال دعوتنامه نداره. رفته در همون جا آن شخصی که برای شما باوریناک است، ارزنده است، انتخاب کنید. البته امروز اگرچند مسجدها از سیاست